و بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان سلام. من رابط پروفسور باز با شما در برنامه نوبتی با هم میابیم. باور دارم که شما برنامه ما را پیوسته تماشا میکنید تا دانش خود را صیقل دهید. امروز نیز من رابط پروفسور سوالهای جالب و شوق‌آور را برای اشتراکچیان آماده نمودم. در برنامه امروزه ما دو نفر نورس فعال، مهوش خندی و خواننده صنف چهارم و دلناز خندی و خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 دهه کلف سبد ناحیه یاوان اشتراک میکنند. مهوش بیشتر به فنهای زبان روسی و زبان انگلیسی شوق دارد. او اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است می باشد. در آینده می خواهد که دکتر شود. دلنازه باشد فنهای بیولوژی، گئوگرافیا و زبان تاجیکی را می پسندد. او نیز در آینده می خواهد دکتر شود. به برنامه ما خوش آمدید. رحمت. شما باره برنامه با هم می‌بینیم را تاریخ تلویزیون بهارستان تماشا کرده اید؟ بله. از این برمیاد که الکی با شرط‌های برنامه آشنایی دارید؟ بله. چگونه هستند؟ در شرط یکم سوال‌ها با وریانت‌ها پیشنهاد نگردد. در شرط دوم باشد جوابی درست یا نادرست را انتخاب میکنیم. در شرط سوم به ما سپارشات داده می شود. خب اگر چنین است شما آماده اید که ما برنامه را آغاز کنیم؟ بله. خب اگر چنین است شما آماده اید که ما سوال‌ها را پیشنهاد نماییم؟ بله. اگر چنین است بیاید میگذاریم به شرط نخستین برنامه با هم می‌بینیم. با دقت باشید. در روی زمین چند نمود رستنی موجود است؟ در روی زمین چند نمود رستنی موجود است؟ واریانت A 350 4000. واریانت B 250 300,000. واریانت V 350 500,000. خوب مشورت میکنیم؟ رابط پروفسور می شود که سوالها را یک بار دیگر تکرار نماید؟ با دقت باشید. در روی زمین چند نمود رستنی موجود است؟ واریانت A 350 400,000. واریانت B 250 300,000. واریانت V 350 500,000. رابط پروفسور ما را واریانت A را انتخاب نموده. یعنی به اندیشه شما 350 400,000 نمود رستنی ها موجود است؟ بله. از کجا میدونید؟ ما این را در کتابی صنف 5 بوتانیکا خونده بوده. ولی به اندیشه من شاید واریانت B باشد. 250 300,000. نه. باور دارید؟ بله. محو شما چی اندیشه دارید؟ من نیز به جواب دلنازه گفتگی همین راضی هستم. خوب با چند خال با گذاری میکنید این پاسخ خود را؟ به 10 خال. شما میتوانید که از رقم 1 تا رقم 10 یکی را انتخاب کنید. 10 را انتخاب میکنید. بله. اگر چنین است بیاید با هم توجه میکنیم به شرح این سوال. رستنی ها یکی از ارگانیسم های زنده حیاتی به حساب رفته در عالم بیکنار وسیع پهن شدند. آنها را در هر گوشه و کنار زمین، در دشت و وادی ها، کوه های و زمین های بی آب و در لب دریاها دیدن ممکن است. در روی زمین 350 400,000 نمود رستنی ها موجود می باشد. رستنی ها را به دو گروه جدا می کنند، یک پله و دو پله. اهمیت رستنی ها در طبیعت از آن عبارت است که آنها هوا را از گرد و غبار تازه می کنند، به نفسگیری موجودات زنده کمک می رسانند. تا آن دمی که رستنی ها در حیات وجود دارند منبع اکسیژن تمام نمی شود. این چنین رستنی ها به صفت مصالح بیناکاری، سوزشواری، همچون اشیاء خام در صنعت داروسازی و دیگر ساحه های خواجگی خلق به طور وسیع استفاده برده می شوند. آفرین به شما، پاسخ داده شما کاملا درست است. خوب اکنون آفرین میگویم به شما که به سوال اول برنامه پاسخ درست گردانیدید. اکنون سوال دوم را پیشنهاد میکنم. با دقت باشید.
چی را طلای سیاه میگویند؟ چی را طلای سیاه میگویند؟ واریانت ا متال های رنگ، واریانت ب انگشت سنگ و نهایت واریانت و نفت. ربات پروفسور به اندیشه ما این واریانت و می باشد. انگشت سنگ نه، نفت. یعنی به اندیشه شما نفت را طلای سیاه میگویند، بله. انگشت سنگ را نمیگویند. نه. پخته را چی میگویند؟ پخته. طلای سفید. یعنی به اندیشه شما طلای سیاه متال های رنگه نیستند، نه. انگشت سنگ هم نیست، نه. یعنی نفت است. بله. ولی من میگویم که متال های رنگ است. نه. با پاسخ خود باوری دارید؟ بله. خوب، اگر چنین است بعد چند خود بگذاری میکنید؟ به 10 خال. باز هم با 10 خود. بله. پس بیایید توجه میکنیم به شرح این سوال و میبینیم که شما درست پاسخ دادید یا نادرست. آدمان از زمانهای قدیم به کارکرد و استفاده ثروت‌های زمین آغاز کردند و تا امروز از آن به طور وسیع استفاده میبرند. در روند استفاده بایگری‌های طبیعت جنگل را طلای سبز، پخته را طلای سفید نام میبرند. طلای سیاه باشد نفت است. نفت مایع روغن مانند سوزنده است که بوی مخصوص دارد و در قبط تخشینی زمین پهن شده است. نفت یکی از مهمترین ثروت‌های طبیعی می باشد. آن رنگ جگری کشاد، بوری تیره یا سیاه دارد. باز هم احسن و آفرین بر شما، پاسخ درست است. خوب، اکنون میگذاریم به سوال سیوم. در شرط اول برنامه تلویزیونی با هم میابیم. خوب، با دقت باشید، سوال رو پیشنهاد میکنم. چند فایز نور آفتاب به زمین آمده میرسد؟ تخمینا چند فایز نور آفتاب به زمین آمده میرسد؟ واریانت ا 52 فایز، واریانت ب 43 فایز، واریانت و 64 فایز. خوب، مشورت میکنیم. ربات پروفسور به اندیشه ما این واریانت ب درست است. یعنی 43 فایز. بله. شاید 52 فایز باشه. نه. پاسخ خود را عوض نمیکنید. نه. ولی من میگویم که این پاسخ شما نادرست است. ما با پاسخ داده خود باوری داره. خب، اگر چنین است من دیگر وقت رو به درازا نمیکشم. شما با چند خود باگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ به 10. باز هم بده. بله. اگر چنین است باید با هم توجه میکنیم به شرح این سوال. آفتاب نزدیکترین ستاره است که در مرکز منظومه خورشیدی واقع بوده از پلازمای تفسان ترکیب یافته است. مسافه بین آفتاب و زمین در دوام یک سال از 147.1 میلیون کیلومتر تا 152.1 میلیون کیلومتر تغییر می‌یابد. قسمت میانش 149.6 میلیون کیلومتر است که آن را چون واحد استرونومی قبول کردند. طبق معلومات عالمان 43% نور آفتاب به زمین آمده میرسد. آفتاب از جمله ریزه ستاره‌های زرد بوده تقریباً 4.5 میلیارد سال این جانب وجود دارد. آفتاب نسبت به مجموع ستاره‌های نزدیکترین با سرعت 19.7 متر در ثانیه حرکت می‌کند. اطراف گالاکتیکا را آفتاب در دوام تقریباً 200 میلیون سال یک مرتبه دور زده می‌براید. آفرین به شما، پاسخ داده شما کاملا درست است. خوب، با دقت باشید، اکنون سوال آخران را در شرط اول پیشنهاد میکنم. در جمهوری تاجیکستان چند کل موجود است؟ در جمهوری تاجیکستان چند کل موجود است؟ واریانت ا 947 کل، واریانت ب 800 کل و نهایت واریانت و 1300 کل. با هم مشورت میکنیم.
ربط پروفسور و گفته ما وریانت ا درست است. یعنی به اندیشه شما در جمهوری تاجیکستان 947 کل موجود است. بله. بله. شما باور دارید؟ بله. ولی به اندیشه من این پاسخ شما نادرست است. شاید عوض کنید وریانت خود را. شاید 800 کل باشد. شما عموما درباره کل‌های تاجیکستان معلومات دارید؟ نامبر کرده میتوانید یگان کل را؟ اسکندر کو، هفت کو، زار کو، کلیسترز و غیره ها می باشد. پاسخ خود را عوض نمیکنید، یعنی وریانت ا به فکر شما 947 کل موجود است. ربط پروفسور، ما پاسخ خودمان را عوض کردیم و به اندیشه ما وریانت و درست است. چرا یک باره شما عوض کردید وریانت خود را؟ شما در اول گفتید که 947 کل موجود است، ولی حالا میگویید که وریانت و درست است، 1300 کل. برای آنکه در تاجیکستان خیلی کلها زیادن و ما همه آنها را نامبر کردن نمیتوانیم. یعنی به اندیشه شما از 1300 هم زیادتر از کلها. به اندیشه ما شاید از 1300 تا هم کلها زیادتر باشند. یعنی پاسخ خود را کلان عوض کردید شما. بله. با چند خود بگذاری میکنید؟ به 10 خود. خب اگر چنین است به توجه میکنیم به شرح این سوال. در حدود جمهوری تاجیکستان 1300 کل به قید گرفته شده است که بعضی آنها در بلندی بیش از 4000 متر از سطح بحر جایگیری می باشند. در بعضی مخزن‌های دیگر شماره کلها در تاجیکستان با در نظر داشت آبانبارهای صنعی 1800 عدد گفته شده است. مساحت عمومی کلهای تاجیکستان 1005 کیلومتر کوادراتی بوده 1% حدود جمهوری را تشکیل می دهند. جمهوری تاجیکستان از کلهای زیبا بای بوده هر یک کل تاریخ پیدایش خود را دارد. کلانترین کلهای تاجیکستان قراکل، سریز، اسکندرکل، زارکل، رنگکل و غیره ها می باشند. پاسخ شما کاملا درست است. آفرین به شما. مهوش و دینوزر، من به شما احسان و آفرین میگویم که توانستید در شرط اول برنامه به همه سوالها پاسخهای درست گردانید و این حال شماره عمومی خالهای شما رسیدن به 40 خال. اگر شما آماده باشید همکنون میگذاریم به شرط دوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. خب طور خود شما آگاهی دارید شرط دومی برنامه ما دلیل ها می باشد و برای شما ما 4 دلیل پیشنهاد میکنیم. در این شرط شما درست و یا نادرست بودن آنها را برای ما میگویید. شرط برای شما فهم است؟ بله. شما درباره فیل ها معلومات دارید؟ بله. بار فیل را از نزدیک دیدید؟ نه. در کجا دیدید پس؟ در تلویزیون. سوال ما وابسته به همین است؟ یعنی وابسته به فیل ها. با دقت باشید. سوال اول انیخترش دلیل. فیل یگانه حیوان است که 4 زانو دارد. فیل یگانه حیوان است که 4 زانو دارد. این دلیل درست است یا نادرست؟ ربط پروفسور، این دلیل درست است. یعنی به اندیشه شما فیل ها 4 زانو دارند. بله. دیگر جانوران چی؟ آنها 4 زانو ندارند مگر؟ خوب فکر کنید. خب خلاصه شما رو من انتظارم. فیل یگانه حیوان است که 4 زانو دارد. آیا این دلیل درست است یا نادرست؟ ربط پروفسور، ما عقیده خود را عوض میکنیم و گفته ما این درست است. یعنی به اندیشه شما فیل ها 4 زانو ندارند؟
نه. چرا شما زود از عقیده های خود به دیگر عقیده میگذارید؟ چون پیش از این هم در شرط اول برنامه عقیده خود را زود عوض کردید. اول گفتید که فیل ها 4 زانو دارند، حالا میگوید که نه، این دلیل نادرست است، آنها 4 زانو ندارند. پس چند زانو دارند به فکر شما؟ خوب فکر کنید. خلاصه عمومی شما بینندگان انتظارم پاسخ شما را. همه نفرانی که عین حال شما را طریق افیری تلویزیون بهارستان تماشا دارند. به فکر ما فیل 2 زانو دارد. یعنی این دلیل نادرست است. بله. خوب، بعد چند خال واگذاری میکنید این پاسخ خود را؟ بنخواه. چرا به 9 خال؟ یعنی شما تخمین کردید. ما این دفعه به 10 خال بهاگذاری نمیکنیم، به 9 خال بهاگذاری میکنیم. یعنی تخمین کردید این سوال را. انیق نمیدونید بله. که این دلیل درست است یا نادرست. خب اگر چین است به توجه میکنیم به شرح این دلیل. فیل ها را آیله پوست‌قفس ها میگویند. فیل یگانه آیله به حساب می رود که از گروه حیوانات خرطومدار در صنف شیرخورها باقی مانده است. 3 نمود فیل ها موجود می باشد. مشهورترین آنها فیل های آسیایی هستند که باز آنها را فیل های هندی نام برند. طبق بعضی معلومات ها چند نمود فیل ها در عصر یخین نابود شدند، عصری که 10,000 سال پیش به آخر رسیده است. فیل ها شیرخور بوده از همه کلانترین در بین حیوانات در زمان ما به حساب می روند. فیل یگانه حیوانی می باشد که 4 زانو دارد. بلندیش تا 3.5 متر بوده، گردنش کوتاه، پایهایش قفس ستون شکل می باشند. دندانهای فیل تدریجاً خورده شده می افتند و به جای آنها دندانهای دیگر تا 6 مراتبه می برایند. متاسفانه پاسخی داده شما نادرست است. خب شما رو افتاده نیستید؟ نه. البته رو افتاده نشوید، چون که حالا سوال ها و دلیل ها در پیشند. شما را باز به غیر از این بخش یعنی شرط دوم، باز شرط سومی برنامه انتظار است که در آن به شما سپارش ها داده می شود. خب با دقت باشید، دلیل دوم را برای شما پیشنهاد میکنم. بینش چشمان پرندگان از چشم آدم قوی تر است. بینایی چشم پرندگان یعنی بینایی چشم پرندگان از چشم آدم قوی تر است. آیا این دلیل درست است یا نادرست؟ رابط پروفسور، من با همراهی محوش به خلاصه آمدم که این دلیل درست است. یعنی به اندیشه شما بینایی یعنی بینش چشم پرندگان از آدم هم قوی تر است؟ بله. چرا؟ نخود که پرنده ها از ما خوبتر بینند. آنها وقتی که به بالا پرواز میکنند، از بالا هر نمود دانه را دیده چشم آنها میبیند و به پایان فرو آمده آن را میخورند. برای این بینایی چشم پرندگان از چشم آدم خیلی قوی میباشد. چشمان ما چی؟ چشمان ما مگر دانه ها را نمیبینند؟ چشمان ما نیز میبینند دانه ها را. برای مثال اگر آدمان در هواپیما باشند میتوانند که زمین را خوب مشاهده کنند. آنها از بالا همین روی زمین را سید خود را میبینند و برای همین بینایی آنها از آدم قوی تر است. شما از کجا میدونید؟ آیا شاید نادرست باشد این؟ نه، این دلیل درست است. در کجا واخورده بودید؟ ما این را از مشاهده های خود میگوییم. خوب، اگر چنین است من نیز دیگر وقت را کشال نمیدهم. میخواهم که اینجا بفهمم که شما به چند خال واگذاری میکنید پاسخ داده خود را. به 10 خال. به 10 خال.
اگر چنین است به توجه میکنیم به شرح این سوال. این دلیل درست می باشد. چشم اکثریت پرنده ها از چشم آدم تیزبین و دقیق تر است. از جمله مرغابی. عالمان معین کردند که چشمان مرغابی ها یابایی رنگ و نور اولترابنفش را نیز دیدن می توانند. پرنده ها رنگ هایی را که آدمان فرق کرده نمی توانند می بینند. چون این چشم و پرنده ها برای شناخت همدیگر و حتی هنگام هوای تیره از روی نور آفتاب پس ابرها معین کردن سمت پرواز امکانیت فراوان می دهد. پاسخ داده شما کاملا درست است. آفرین به شما. مهوش و دلنوزه. اگر شما آماده باشید میگذاریم به دلیل سیوم در شرط دوم برنامه تلویزیونی با هم میابیم. خوب با دقت باشید. سوال سیوم رو پیشنهاد میکنم. خواب معتدل انسان باید 5 ساعت دوام کند. خواب معتدل انسان باید 5 ساعت دوام کند. این دلیل درست است یا نادرست؟ ربات پروفسور به اندیشه ما این دلیل درست است. یکی از شما میگوید که درست است، دیگری میگوید نادرست است. شما به یک خلاصه بیایید. بار دیگر مشورت کنید. ربات پروفسور ما به عقیده آمدیم که این جواب نادرست است. یعنی به اندیشه شما خواب معتدل انسان 5 ساعت نیست؟ نه. پس چند ساعت باید باشد؟ باید آدم سالم 8 ساعت خواب رود. 8 ساعت یعنی. خوب، خلاصه شما همین است. بله. یعنی این دلیل نادرست است که انسانی باید 5 ساعت خواب کند. بعد چند خواب واگذاری میکنید؟ به 10 خواب. باز هم به 10. بله. خوب، اگر چنین است من نیز وقت رو کشال نمیدهم. بیایید با هم توجه میکنیم به شرح این دلیل. آدمان 3/1 عمرشان را در خواب میگذرانند. خواب برای آدم چون آب و غذا ضرور است. اگر آدم 3-5 شبانه روز نخوابد، با اعتبار قوه خاطره وی سست، احساسش کند و قابلیت کاریش کم می شود. در این حالت آدم را میل خواب روی فرا می گیرد. خواب حادثه دوری در ارگانیسم می باشد. خواب معتدل انسان 7-8 ساعت باید دوام کند. همه خواب ها در نظر حس شونده و در احساسات تأثیر پذیرند. هنگام خواب بینی حجره عصبی قسم های عقب میانه سر فعال گردیده و آنها از سیستم بصیره انگیزش می آید. پاسخ نوبتی نیز کاملا درست است. آفرین. دلنوزه و مهوش. من به شما احسن و آفرین میگویم. تا حال شما صاحب 60 خال می باشید و باور دارم که اگر حاضر جوابی و زیرکی و دانایی را از دست ندهید میتوانید تا انجام برنامه خالهای خوب را به دست بیاورید. حالا میگذاریم به دلیل آخران در شرط دوم برنامه. با دقت باشید. در جمهوری تاجیکستان 4 سپتامبر همچون روز کتاب جشن گرفته می شود. در جمهوری تاجیکستان 4 سپتامبر همچون روز کتاب جشن گرفته می شود. این دلیل درست است یا نادرست؟ ربات پروفسور ما این دلیل رو انتخاب کردیم که این درست است. کتاب این دوستی ما است که ما می توانیم از وی همه حکایه ها، شعرها و کتاب های خوبی که به ما دوستی را یاد می دهد ما از کتاب همه اینها را مطالعه می کنیم. برای همین 4 سپتامبر را ما
در جمهوری تاجیکستان روز کتاب جشن میگیرند. کتاب این کتاب بهترین دوستی من می باشد. چنانچه بزرگان گفته‌اند خوشتر ز کتاب در جهان یاری نیست، در غمکده زمانه غمخواری نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی، صد راحتی هست و هرگز آزاری نیست. خب آفرین بر شما برای این قرائت خوب شعر و برای اندیشه ها وابسته به بزرگداشت کتاب. یعنی از این برمیاد که شما معلومات دارید این دلیل درست است که 4 سپتامبر همچون روز کتاب در کشور ما جشن گرفته می شود؟ این دلیل درست است. قبول کنیم این پاسخ شما را؟ بله. با چند خال واگذاری میکنید؟ به 10 خال. باز هم به 10. بله. پس بیایید توجه میکنیم به شرح این سوال و البته معلومات مفصل تر و بسته به این میگیریم. این دلیل درست است. کتاب واسطه انتشارگردانی و نگهداری معلومات، ایده، ابراز و دانش ها می باشد. در آمار بین الخلقی موافق توصیه یونسکو اثر حجمش بیش از 3 جزء چاپی یعنی از 48 صفحه چاپی کم نبوده را شرطاً کتاب گفتن ممکن است. نقش و جایگاه کتاب در جامعه بس بزرگ است. دلیل روشن این تصویر یافتن کتاب در یکی از رمزهای اساسی دولتی تاجیکستان نشان در برابر پخته و گندم و کوه و آفتاب بوده بیانگر فرهنگ دوستی و صاحب معرفتی ملت ما می باشد. هنگام گذاشتن خشت اول بنای کتابخانه ملی محض پیشوای ملت 4 سپتامبر را روز کتاب اعلان نموده بودند و این سنه همچون روز کتاب در قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید ذکر شده است و همه ساله آن را جشن میگیرند. پاسخ داده شما کاملا درست است. آفرین به شما. دلنازه و محوش، اینجا شرط دومی برنامه نیز الکی به انجام رسید. من خالهای شما را حساب کردم که برابر شدند به 70 خال. آفرین. شما خسته نشدید؟ نه. برنامه را ادامه میدهیم. بله. بله، بینندگان از انتظارند که در شرط سوم برنامه شما چگونه هنر و مهارت خود را نشان میدهید. اگر شما آماده باشید اکنون میگذاریم به شرط آخران در برنامه تلویزیونی با هم میابیم. خب در این شرط برای شما 2 سپارش داده می شود. در سپارش اول 10 کلمه پیشنهاد می شود که حرفهای آنها نادرست جابجا می باشند و شما با جابجا کردن این حرفها کلمه می سازید. در اینجا 10 کلمه موجود است. برای هر یک کلمه پورا کرده شما 1 خال می گیرید. فرصت باشد تنها 1 دقیقه است. برای شما این سپارش فهم است؟ بله. خب اگر چنین است با اشاره من این شرط را اجرا میکنیم. کتاب، جنگل، بیمارخانه، رسام، گذرگاه، برادر، راننده، کوهسار، بله، کوهسار، راننده، الکی تکرار شد. راننده رو گفتید. صدبر، بدخشان. وقت شما به انجام رسید. شما توانستید که در مدت 1 دقیقه پیش بینی شده همه کلمه ها رو حرفهایش را جابجا کرده پورا سازید که آنها بودند کتاب، بیمارخانه، صدبرگ، بدخشان، راننده، جنگل، گذرگاه، کوهسار، رسام و برادر. آفرین و احسن میگویم من برای هر دوی شما. باز به شماره عمومی خالهای شما 10 عدد دیگر ایلوه کرده می شود. احسن.
خب اکنون میگذاریم به سپارش آخران در شرط سوم برنامه و البته باشد یافتن فرقت ها از رسم باشد. برای شما ما 1 دقیقه وقت میدهیم، شما از رسم پیشنهاد شده فرقت ها را میابید و باید بگم که شما 1 دقیقه فرصت دارید برای هر یک فرقت یافته تان دخول میگیرید. این امکانیت خیلی خوب است. خب با اشاره من آغاز میکنیم. در رسم یکم 3 تا ابر می باشد و در رسم دوم 2 تا. در رسم یکم آفتاب کلان می‌نماید و در رسم دوم خورد. در رسم یکم کمزورچه گرگ زرد است و در رسم دوم کمزورچه گرگ سبز. در رسم یکم 2 تا گل می‌نماید و در رسم دوم 1 تا. در رسم یکم بند گرگ دیگر خیل بسته شده است و در رسم دوم هم بند گرگ دیگر خیل بسته شده است. در رسم یکم جوراب دختر یک دیگر نمود است و در رسم دوم یک نمودی دیگر. در رسم یکم تگ پای گرگ 1 بلک است و در رسم دوم نه. وقتی شما به انجام رسید. دلنوزه و مهوش، من به شما احسان و آفرین میگویم که از رسم پیشنهاد گردیده در مدت 1 دقیقه شما توانستید که 7 فرقیت را یابید و اکنون برای هر یک فرقیت یافته‌تان و شما ما دخولی میدهیم. در عموم می شود 14 خال و آنها ضم می شوند به شماره عمومی خالهای شما. آفرین و احسان به شما. دلنوزه و مهوش، اینجا همه سوال و شرط های برنامه با هم یابیم به انجام رسیدند و من شماره عمومی خالهای شما را حساب کردم که آنها برابر شدند به 94 خال. آفرین به شما. خب اینجا میخواستم که اندیشه های شما را وابسته به برنامه امروزه شنوم. خب مهوش، شما چه اندیشه دارید؟ من اندیشه دارم که در این برنامه با هم میابیم آمدم و همه دیگر سوال‌هایی را که نمی‌دانستم آموختم و من به همسالانم توصیه می‌دهم که به اینجا آمده و مثل من دانش و ملکه خود را خیلی قوی گردانند. خب شما پیوسته این برنامه را طریق تلویزیون بهارستان تماشا میکنید؟ بله. خب اگر چنین است باور دارم که محض همین پیگیری همیشگی شما برای تماشای برنامه بود که امروز فعال بودید و خوب برآمد کرده صاحب خالهای خوب هم شدید. کدام سوال برای شما دشوار بود؟ برای من همه در شرط دوم سوالها به من کمی دشوار آمدن. خب یعنی که در شرط دوم بعضی سوالها دشوارتر بود. بله. اندیشه دلنوزه رو میخوایم فهمیم و بسته به برنامه امروزه. من به همسالان خود توصیه می‌دهم که به اینجا آمده دانش و سویه خود را صیقل دهند. با شما کدام سوال پسند آمد؟ به من همون سوال‌هایی که حرفای آنها را ما جا می‌گذاشتیم. یعنی که شما در آن شهر نیز 10 خال گرفته در آن سپارش. خب من نیز به شما اصلا آفرین میگم که تلاش کردید، کوشش کردید و آمده در برنامه با هم میابیم تلویزیون بهارستان اشتراک کردید و هنر و مهارت خود را سنجیدید. بینندگان گرامی یادرس میشیم که در برنامه امروزه ما 2 نفر نورسی فعال، اپا و خواهر، مهوش خنده و خواننده صنف 4 و دلنوزه خنده و خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 27 ناحیه یاوان که از دهه کلف سبد آمده بودند و دلنوزه خنده و خواننده صنف 6 دهه کلف سبد ناحیه یاوان که دانش و مهارت خود را نشان دادند. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، اینجا برنامه نوبتی با هم میابیم به انجام رسید. من رابط پروفسور پیوسته کوشش میکنم سوال و سپارش های جالب و شوق‌آور را برای اشتراکچیان برنامه و همچنین برای شما
آماده نمایم. باور دارم که شما نیز پیوسته در برابر اشتراکشن برنامه با هم یابیم دانش و مهارت خود را می سنجید. اینجا انجام برنامه ما است. همیشه با تلویزیون بهارستان بمانید، زیرا بهارستان شبکه عائلوی است. خیر، سلامت باشید.